پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار، در دهانم این زبان خود ثناخوان آفرید. حضرت میگوید خداوند این نعمتها را بر شما داد، نعمت پا، نعمت دست، نعمت چشم، نعمت دل، نعمت تمام این اعضاهایی که در ما و شماست، همه این نعمت هستند. бисёри мардон шикоят мекунанд аз простата, хина гирифтагӣ, яъне ки ҳамхобагӣ. ман ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам яке аз доруҳои гиёҳӣ ки аз гиёҳ омода шудагӣ аст бо номи паҳлавон. ин барои хунук гирифтагӣ, барои роҳи пешобдон, барои бақувват кардани мардонагӣ ва якчанд сирҳои дигарам дорад. ростигиша дар инҷа гуфта наметавонам. агар шумо дар лозим бошад комментария забон нависен паҳлавон. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия ва ҳатто ба тоҷикистон, ба тамоми шаҳрҳо, дар шаҳри душанбе ройгон. اینها دا ما و شما چیکار کنیم؟ باید شکرانه کنیم. ما و شما در صورتی که دست داریم به قدر این نعمت نمیرسیم. وقتی اگر این دست از ما و شما شخ شود یا بریده شود، بعد در اون صورت ما و شما به قدر این دست میرسیم. ما و شما در صورت به این چشم میرسیم که یک آدم نابینا را از احوالش درکدار باشیم. ما و شما در صورت بر قدر این پا میرسیم که پای کسی بریده شده یا که کار نمیکردگی باشد، در اون صورت به قدر این پا میرسیم ما و شما. حضرت حاتم اسلام چی میگه؟ اربعه لا یعرف قدرها الا اربعه. چهار چیزی هست که به قدر این چهار چیز نمیرسد مگر چهار کس. کیا هستند؟ یکم حضرت گفتند به قدر عافیت نمیرسد مگر اهل بلا. به قدر آرامی مردمی که در آرامی هست نمیرسند مگر میرسند در صورتی که اگر یگان بلای به سرشان بیاید، یگان ناآرامی و ناتینجی به سرشان بیاید، در آن صورت اینها چیکار میکنند؟ به قدر همان آرامی میرسند. حضرت گفتند به قدر صحتی، به قدر سلامتی نمیرسند مگر مردم به قدر صحتی میرسند که وقتی که بیمار شوند. وقتی انسان بیمار شود، در اون صورت ما و شما چیکار میکنیم؟ به قدر این تن صحت ما و شما میرسیم. به قدر حیات هم مردمی که زنده هست نمیرسند مگر به قدر حیات میرسد اون کسانی که اگر از دنیا میگذرند. از دنیا وقتی که گذشت، بعد به قدر حیات چیکار میکنند؟ میرسند. ما و شما هم در صورت به قدر این نعمتهای خدا میرسیم وقتی که یک اعضاش خدا از ما و شما اگر بگیرد، در اون صورت ما و شما به قدر همون اعضا میرسیم. از این خاطر اینا نعمت هستند، نعمت هستند. حتی خوردنی هایی که داد در دوام همین غزلی که حضرت به ما و شما گفتند، نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش، باغ جنت را بر اهل محبان آفرید. نعمتی بسیاری بر ما و شما داد. از خوردنی های حلالی که امروز ما و شما میخوریم که از حرام کرده خدا در حلال کرده خدا زیاده است، اینا را وقتی ما و شما میخوریم برای چی هستن اینا؟ حضرت میگه بهر طاعتش، برای اطاعت خدا، برای طاعت کردن خدا اینها را به ما و شما خداوند داد تا که بنده قوت کند و آزادانه خم شود و راست شود، مرا عبادت بکند. و این نعمت هایی که ما و شما میخوریم، سوره اگر تکاثر شما آخران آیت شب مضمونش نگاه کنین، ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. خداوند از این نعمت هایی که بر شما داده است، از اینها شما را سوال میکند، شما را از این نعمت ها میپرسد. اینا در صحیح مسلم روایت امام مسلم است. حضرت روایت میکند در همین شأن همین آیت که میگوید روز حضرت ابوبکر صدیق بیرون از خانه شدند، وقتی که میگد حضرت عمر میگد از خانه بیرون شد، نگاه کرد که در گرمی آفتاب حضرت ابوبکر در بیرون است. گفت ای ابوبکر، گفت در این گرمی سخت از خانه بهر چی بیرون شدی؟ گفت عمر، گفت قسم به عظمتی بزرگی خدا که در خاندان نشستم و گرسنگی بر من غلبه کرد، در خانه چیزی نبود، خواستم بیرون شوم،
تا که یگان دوستی خدا باشد یا یگان نعمت خدای باشد ما استفاده کنیم. بهر این گفت از خانه بیرون شدم. حضرت عمر گفتن قسم به عظمتی بزرگ آن خدایی که تو را از این با همین مسئله که گفتی از خانه بیرون شدی، من هم باعث همین گفت از خانه بیرون شدم. من هم در خانه چیزی یافت نشد، بیرون شدم تا که جای یافت کنیم، تا که از نعمت خدا استفاده کنیم. بین دوستان خدا در کدام حالت بودند؟ بعضی همین قدر گرسنگی و همین قدر مشقت دین خودشان تبدیل نمی دادند، دین خودشان عوض نمی کردند. با یک خلطه آرد این یهودی که امروز میلیون ها مسلمان نابود کرده ایستادند، با یک قابچه آرد این خودشان چیکار نمی کردند؟ از دنیا بیدین نمی کردند. مسلمان اول خوب زیر بامبا و زیر تمام یرقا قرار میتد، از پسش بعد ماشین تمامی بعد همون یاردم روان میکرد که خوردن بگیرین و در داخلی او با هزارها میکروبی هست که باز مسلمان ضعیف میکرد. تا همین زمان کدام شما یاد داشتین که این قدر کسل هایی که در بین ما و شما پیدا شده است اینا تماما وجود نداشت؟ آخی او یهودی نه از نه نه پدر مانه نه مادر مانه، آخی او دشمنی خداست. آخی او دشمنی مسلمان است. ما نمیگیم که شما یاردم نگیرین، یاردم بگیرین، لکن از دین خدا نگردین، محبت بر او یهودی خدا نبندین. سگی که طعمه او استخوان است، بین سگی که طعمه او استخوان است، به جان و دل محب خاندان است. یک سگی که ای بنده خدا تو بلایمی گوشت تو میخوری، لذیذترین موضع های همون استخوان تو میخوری، یک استخوان سگ میخورد، به جان و دل محب خاندان است. خاندانش دوست میدارد، صاحبش دوست میدارد. تو این قدر نعمت خدا را میخوری، تو صاحب خود خدا یک و یگانه است، پیغمبر تو محمد است، برای چی را دوست نمیداری؟ سگی که طعمه او استخوان است، به جان و دل محب خاندان است. اگر 100 بار رانت صاحبی او، نگرداند از آن پاسی نمک رو. 100 بار از خانه پیشش میکنی نمی رود. زند گر ضرب گردد با ادبتر، که بوسد دست و در پایش نهد سر. میزنی سگه با یک استخوانی که در پیشش میپرتویم، میزنیمش، لطو کوبش میکنیم، باز چکار میکند؟ خودش حلقه میزنه در پیش صاحبش، پای صاحبش بوسه میکنه. اینا سگ اگرچه موضوع سگ نیست، این در جای سگ شما آدم تصور کنید. نیاید در خیالش باب دیگر. باب گفته دروازه را میگن، حضرت همین قدر میزنن، همین قدر همین سگ از در بیرون میکنن، نیاید در خیالش باب دیگر. رود حلقه زند گشته بران در، نگردد دل خنک از راندن آن. روان است از پسی او کرده افغان. چرا تو قدر نعمت ها ندانی، به قدر استخوان سگ ندانی؟ ما و شما را خطاب میکند مولوی، ای ناکسا، ای بدبختا، ای کسانی که شما محبت خدا و پیغمبر را ندارین، این قدر نعمت خدا را میخورین، قد همون سگ نمیشین، برابر همون سگ نمیشین که یک نعمت پسترین میخورد، استخوان خالی را میخورد. اینقدر خاندانش دوست میدارد، صاحبش اینقدر دوست میدارد، با زدن و با کفتن صاحبش ملال نمیشود. نیاید در خیالش باب دیگر، در خیالش هیچ باب دیگر نمی آید. امروز ما و شما گرسنه ماندیم، در حال دینهای دیگر را سراغ کردیم.